به نام یاد خدا. درود بر شما دوستان عزیز، خوش آمدید به موضوع هفته ما. موضوع هفته ما درباره 5 ایده پولساز از کتاب روانشناسی پول میخوام خدمت شما ارائه بکنم تا باعث پیشرفت و ترقی در زندگی شما شود. اولین ایده پولساز از کتاب روانشناسی پول این است که ما باید با پول رفتار ما مهمتر از هوش ما باشه. مثلا چه قسم ما همیشه وقتی که پول در میاریم همیشه باید به گونه محاسبه شده، به گونه برنامه‌ریزی شده مصرف بکنید. مثلا اگر شما در نظر بگیرید دو نفر، یک نفر با درآمد بیشتر همیشه فقیر است، یک نفر با درآمد متوسط پولدار میشه. چرا؟ چون او همیشه بالای پول ارزش گذاشته، با پول اهمیت داده، با پول برنامه‌ریزی کرده، از پول کمش تجارت شروع کرده، بیزنس شروع کرده، درآمد دوم ایجاد کرده و حساب و کتاب داشته و این باعث پولدار شدن شده. یعنی هوش همیشه پاسخگو برای پولدار شدن نیست. پول مثلا اقدام درست و تصمیم درست گرفتن همیشه میتونه نقشی بر زندگی داشته باشه. دومین است که ما همیشه زیاد منطقی نباشیم. زیاد منطقی در کاروبار نشیم. اگر من بخوام تجارت بکنم شکست بخورم چی؟ اگر کاروبار من مثلا میخوام مثلا تحصیلات بکنم وظیفه نتونم بگیرم چی؟ اگر من رشته من میخوام بخونم کارای نداشته چی؟ اگر من میخوام مثلا یک مهارت یا حرفه رو یاد بگیرم، معماری و یا مثلا سنگکار و گلکار و مثلا گرانکار و کار حرفه‌ای، برق کار و مستری، هر چیزی که مثلا حرفه‌ای باشه یاد بگیرم، بعدا من نتونم از استفاده کنم. بیا منطقی زیاد نباشیم. یادتان باشه که انسان‌هایی که زیاد منطقی هستن اونا معمولا پیشرفتی آنچنانی نمیکنن. ما همیشه در زندگی ما یک نقطه پیشرفت در تاریکی وجود ماست. بیایم ترس را دور بگذاریم و زیاد منطقی در زندگی ما نباشیم. گاهی وقت زیادی منطقی در زندگی نقش کلیدی نداره. سومیش است که باید این را در زندگی درک بکنیم که هر چیز قیمت داره. اگر بخواد تحصیلات بکنی هزینه، زمان کار داره. اگر بخواد تجارت بکنی چی کار داره؟ ریسک کار داره، پول کار داره، وقت کار داره. اگر بخوای مثلا صحتمند باشی، سلامتی باشی، باید ورزش بکنی. اگر بخوای سخنوری ورزیده باشی باید کتاب بخونی، در سمینارها اشتراک بکنی. اگر بخوای ازدواج بکنی باید مثلا پول پرداخت بکنی، حوصله و صبر داشته باشی، کنار آمدن داشته باشی. اگر بخوای که اولاد تربیت بکنی باید در نظم اونا، در شخصیت اونا، در اینا توجه بکنی. پس هیچ چیز در زندگی رایگان یا رایگان است. یک اصل اقتصادی است که هیچ چیز در زندگی رایگان نیست. و چهارمیش است که ما باید این یاد بگیریم اگر ببازیم برنده شدن هم است. مثلا اگر متوجه باشین یک کسی میخواد تجارت بکنه، در امکان داره که در اولش چه بخوره؟ شکست بخوره، اما این باعث پل اولی میشه برای تجارت دومش، برای سومش. همیشه یادتون باشه کسایی که امروز میلیاردر تریلیاردر هستن مثل ایلان ماسک، مثلا رئیس مایکروسافت یا امثال هم، امروز اگر میلیونر و میلیاردر هستن اونا شکست های پای در پای خوردن تا انسان به این مثلا به نتیجه خوب برسن. مثلا فعلا یک از میلیاردرهای مشهور افغانستان که میرویس عزیزی است. اینا وقتی زندگی نامش میخونی، خود مصاحبهش میبینی که چقدر شکست خورده تا به این نقطه که هست رسیده. پس ایسته که شما وقتی که شکست میخوریم پس دوم چی هم هست؟ و دوم مثلا مثال میخوام براتون بگم ایسته که مثلا اگر شما ابر در نظر بگیرین، اینجا در کتاب روانشناسی توضیح میده وقتی برف اول میاوم میشه، برف دوم که میباره کمک در زمین چی میشه؟ یخچه میشه. برف سوم عملاً در زمین چی میشه؟ بیشتر میشنه. تجارت شما همین چیز است. اول شما ضرر میکنین، دوم باعث سوم و باعث میشه اشتباه شما باعث میشه که شما در بار سوم و چهارم چی کنین؟ ترقی بکنین. و پنجمی چیز که شما ارزش ثروت همیشه میگن نمایان نیست یا معلوم نمیشه. مثل صحتمندی، مثل سلامتی، مثل تحصیلات، مثل خانواده، مثل روابط، مثل دوست داشتن، مثل داشتن همسر خوب، مثلا داشتن یک مهارت خوب، داشتن یک کسب و کار عالی. اینا مثلا چی هست که درست است که دیده نمیشه، اما ثروت واقعی ایناست. چون اگر تو ثروت داری، مثلا پول و ماشین و چیزا مثلا داری، اگر اینا رو نداشتی بازم تو نداری، اما زمانی که اینا رو داشتی ثروت هم داشتی میتونی به پیشرفت و ترقی برسی. پس کوشش بکنید این 5 چیز در زندگیتون ایجاد بکنید تا باعث پیشرفت و ترقی شما در زندگیتون شما موفق و کامیاب باشید.